سرخط مهمترین خبرها: گزارشگر سازمان ملل از احتمال گرفتاری سیل شدن دلیر امامعلی نگرانی کرد. درآمد شرکت‌های مبیلی تاجیکستان افزایش یافته است و در ترکمنستان کارمندان بوجوی را مجبوری به پخته‌چینی میبرند. روزتان بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 13 دکبر است. مری لولار، گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق، در جریان سفرش به تاجیکستان با دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در بازداشتگاه واخوری کرده است. خانم لولار روز 9 دکبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت به این دو روزنامه‌نگار زندانی کتاب بردند و آنها خرسند شدند، ولی گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضع سلامتی این دو روزنامه‌نگار به خصوص از وضع سلامتی دلیر امامعلی نگرانی کرد و گفت آنها باید از تشخیص پزشک گذرند، چون به گفته او ممکن است دلیر امامعلی به بیماری سیل دچار شده باشد. مقامات و نزدیکان این بلاگر تاجیک تا حال در این باره چیزی نگفتند. پیوندان دلیر از آغاز بازداشت از وضع سلامتی او نگرانی داشتند. طبق اطلاعات اخیر دلیر امامعلی چند روز پیش از بازداشتگاه موقتی یا سیزا به محبسه در شهر دوشنبه انتقال یافته است. دلیر امامعلی با اتهام‌های صاحبکاری غیرقانونی، رساندن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع به 10 سال زندان محکوم شد. خودش با ارسال نامه از داخل بازداشتگاه گفت بیگناه است. شرکت‌های علاقه تاجیکستان در 9 ماه امسال 2 میلیارد و 644 میلیون سومانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته 14% زیادتر بوده است. در این باره خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به خدمات علاقه گزارش داده است. به نوشته منبع، شرکت‌های تاجیک تلکام، پشته تاجیک و دیگر شرکت‌های زیرتابع خدمات علاقه در 9 ماه امسال 146 میلیون سومانی مبلغ به دست آوردند. اپراتوران خصوصی که 94.5% بازار علاقه کشور به آنها راست می‌آید، در ماه‌های ینور سپتامبر سال جاری 2 میلیارد و 172 میلیون سومانی پول کار کردند که 15% زیادتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. نوشته است منبع. درآمد شرکت‌های علاقه تاجیکستان در حال زیاد می شود که شکایت‌ها از بد بودن صفت علاقه به خصوص سرعت اینترنت در کشور زیاد است. کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها شکایت کردند که نرخ اینترنت در تاجیکستان نظر به همسایه‌ها بلند است ولی سرعتش پست‌تر. طبق آمار اخیر خدمات علاقه، شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان حدود 3.6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. از روی رده‌بندی سپید تست، سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان در میان 141 کشور جهان از آخر در زینه 4 قرار دارد. بعد از تاجیکستان تنها ونزوئلا، افغانستان، کوبا و گایتی قرار دارند. زن روئین با این عنوان هفته گذشته فیلم مستند یک کارگردان جوان تاجیک در دوشنبه معرفی شد. فیلم درباره زندگی سخت یک زن عرابکش نقل می‌کند که به تنهایی فرزندانش را بزرگ می‌کند. همکارم امیر ایسویف به تماشای این فیلم رفته این گزارش را آماده نمود. نبود شروع اپراسش کنی با 10,000 سومان جون ما خلاص میشی دارمی اپراسه همین بوده. آیا در سخت‌ترین وضعیت انسانی پاک ماندن ممکن است؟ مخصوصا برای زنی که تنهایی 5 فرزند و 1 نبیره را تربیت می‌کند. فیلمساز جوان تاجیک اردشیر پیوند با این پرسش پاسخ مثبت و قطعی داد. فیلم او زن روئین بار نخست روز 9 دکبر در کینوتئاتر به نام طاهر صابرов نمایش داده شد. قهرمان آنکه با قلبان روبرو می‌شود از دو راه حلال و حرام حلال را انتخاب می‌کند. اردشیر میگوید تلاش کرده است متانت این زن را نشان دهد. اصلا توجهی مرا سالهای اخیر یعنی وقتهای اخیر موضوع مشکلات زنان خیلی جلب کرده است و این موضوع هست که باید فکر کرد و داغ است در جامعه سنتی در همه کشورها و من فکر میکنم که با توجه به موضوع مشکلات زنان ما میتوانیم سطحی مثلا بیکاری خب عامل‌های دیگری که در میان خب ما که در روندهایی که در جامعه معمول است اون رو از بین ببریم و با واسطه فیلم مستند می شود بسیار پرابلم رو حل کرد. و من فکر میکنم که زنان تاجیک سزاوار فیلم سازی هستند، یعنی در محور فیلم ها قرار گرفتن هستند و واقعا هم روین هستند، توانمند هستند و جسور هستند. این فیلم گرچنده سرنوشت این زن تلخ باشد ولی پیام خیلی روشن دارد، پیام خیلی زیبا دارد
و خصوصا از جانب زن به انسان ها و به تماشابینا که حلال زیستن، خب همیشه مبارزه بردن، همیشه استوار بودن. یک اندازه بعضی ها گمان میکنن شکایت است، ولی مهمتر در خلاصه فیلم است، در فینال فیلم است که اون پیام رسانده می شود به تماشابین. این خیلی مهم است. این فیلم نخستین اردشیر پیوند است که از مکتب مستندسازی سابقه‌دارانی مثل گیورگی زالаев، شهرنسا یاکولیوا، فیض‌الله فیض، کامل کریم و دیگران گذشت. فیلم او با خوشنودی استقبال شد. Интерньюз хеле шод аст ки имсол филми Ардаширро дастгирӣ кард. Баҳори соли оянда қарор аст ки бо ҳамкории Артдок Фест ва коргардон Виталий Манский дар Алмато баргузории як силсила мастер-классҳои офлайнӣ роҳандозӣ шавад. Ардашери пайванд ҳатман ба ин чорабинӣ даъват мешавад. филми мустанади зани рӯин бо заҳмати чандмоҳаи як гурӯҳи филмсозон ки бештари онҳо ҷавонон ҳастанд ва бо дастгирии молии барномаи рушди Иёлоти Муттаҳида ва дафтари Интерньюз дар Тоҷикистон омода шуда, нахустнамоиши онро муассисаи давлатии Тоҷикфилм сарпарастӣ кард. مقامات ولایت‌های دشاوغوز و لباپ ترکمنستان کارمندان بوجوی را مجبور می‌کنند که در معرکه جمع‌آوری پخته یا شخصاً اشتراک کنند و یا پول پخته چینیش کرایه را از حساب خود پردازند. خبرنگاران بخش ترکمنی رادیوی آزادی و منابع محلی میگویند هر چهارمین کارمند یک مؤسسه یا کارخانه بوجوی صرف نظر از سردی هوا در منطقه مجبور است که در موسم پخته چینی اشتراک کند. در روزهای کاری از 20 کارگر 5 نفری با نوبت میروند. آنهایی که در بسته شبانه کار میکنند پس از کار به پخته چینی فرستاده میشوند. روزهای استراحت کارمندان بوجوی به طور دست جمعی پخته میچینند. خبر داد یک منبع از دشاوغوز. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف 5 دکبر در جلسه کاری با رهبران ولایت‌ها دستور داد که آخرین پخته جمع آوری کنند. طبق پیشگویی آب و هوا در ولایت‌های دشاوغوز هوا روزانه تا 4 درجه و شبانه 15 درجه خنک می شود. در ولایت لباپ روزانه تا 2 درجه و شبانه 10 درجه سرد است. نشریه دریا خبر دادد که سهمیه‌های دولتی ایپوتک بانک ازبکستان به آتر بانک مجارستان فروخته شده است. طبق اطلاع نشریه مراسم امضای سازشنامه درباره خصوصی گردانی سهمیه‌های دولتی ایپوتک بانک 12 دکبر در شهر تاشکند برگزار شده است. به نظر ما آمدن بانک مجارستان به ازبکستان صفت رقمی شوی و خدمت رسانی‌های بانکی را در کشور باز هم بالا میبرد. اقتباس آورده است نشریه از سخنان وزیر سرمایه‌گذاری و سودای بیرونی ازبکستان جمشید خوجایف. ایپوتک بانک 5 بانک بزرگترین ازبکستان به حساب رفته به بیش از 1.6 میلیون مشتری خدمت میرساند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 دکبر را فرا میگیرد. 13 دکبر سال 2017 با قرار بحث برانگیز مقامات روسیه، کرامت شریفوف، حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور، از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد. در جریان کارش برای حمایت مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود. بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند. کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت. 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است. در تاجیکستان بیش از 200,000 پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند. مولود امام حاضر آقاخان 4 که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرح‌های اجتماعی کاری زیادی کرده است، هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف تجلیل می شود. برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود.
از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه‌هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی از 1008 تا 1010 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 159 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 13 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا آخر برنامه.